خرافاتی و هزیان. طالب تو کجایی و جهان تا به کجا رفت؟ انسان به فضا رفت تو در خشتک و تنبان. یک بار بیا محض خدا گوش به من کن، از عقل کمک گیر و کمی فکر بزن کن. این جبر حجاب و چادری صحبت مفت است، مونا همه از روی سیاست به تو گفته. در مذهبشان مرد که در امن و امان است، زحمت شبیار و فرای لذتشان است. یک مرد مجاز است جا زن بگیرد، این سکس گروهی است یا قتل زنان است یا قیمت نان است. یک عمر فقط در پی اندام زنان است، اندر کف یک صورت و یک سینه مرانند. هی منتظر باد نشستند که شاید بالا ببرد رو کند آنچه پی آنند. ابلیس زمانند با اسم خدا صدرگ گردن ببریدند، بر جان جوانان وطن مرد دمیدند. ما بین زنان و قلم و مکتب و فرهنگ دیوار کشیدند، دیوار کشیدند. با حکم حجاب زن و اعدام رسیدند، با برقه به دور تن زن تار دنیدند. تا سر برود حوصله شهوت مردان، تا سر بخورد حرمت زن را که دریدند. در مذهبشان مرد که در امن و امان است، زحمت شبیار و فرای لذتشان است. یک مرد مجاز است جا زن بگیرد، این سکس گروهی است یا قتل زنان است یا قیمت نان است. یک عمر فقط در پی اندام زنان است، اندر کف یک صورت و یک سینه مرانند. هی منتظر باد نشستند که شاید بالا ببرد رو کند آنچه پی آنند. ابلیس زمانند صد کودک دختر به زر و زور خریدند، آن دخترکان را همه چون گرگ دریدند. هر کس به اول خواهی آنم به پا خواست، با حکم شریعت به سر دار کشیدند.